سرخط مهمترین خبرها: سفر نمایندگان تاجیکستان به افغانستان. پسر یک کارمند شورای علمای تاجیکستان در جنگ اوکراین کشته شده است و کشورهای اسلامی از طرح دونالد ترامپ درباره غزه پشتیبانی کردند. سلام بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بام داده است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 17 نوامبر سال 2025 است. رسانه‌های زیر نظارت حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل خبر دادند. خبرگزاری باختر که زیر نظارت طالبان کار می‌کند نوشت این هیئت روز شنبه 15 نوامبر وارد پایتخت افغانستان شده است. به اطلاع منبع و هم تلویزیون آمو، نمایندگان وزارت کارهای خارجه و نهادهای امنیتی تاجیکستان شامل این هیئت هستند. به گزارش تلویزیون آمو، انتظار می رود که نمایندگان تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه طالبان و سردار اداره امنیتی این گروه بخورند. مقامات تاجیکستان درباره سفر این هیئت به افغانستان خبر ندادند. رسانه‌های افغانستان هدف سفر این هیئت را گسترش و تقویت رابطه‌های اقتصاد و امنیتی تاجیکستان و افغانستان گفتند. رسانه‌های افغانستان همچنین نوشتند که مسئله سفارت افغانستان در دوشنبه نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. سفارت افغانستان در تاجیکستان هنوز از سوی ظاهر اخبار سفیر تعیین شده حکومت پیشین افغانستان اداره می شود. با گزارش رسانه‌های افغانستان، در ماه‌های اخیر رفوهای مقامات تاجیکستان به افغانستان و آمدن نمایندگان طالبان به دوشنبه بیشتر شده است. از جمله هفته گذشته برخی رسانه‌های افغانستان خبر دادند که یک هیئت با رهبری معاون رئیس ولایت ختنان به ولایت کندوز افغانستان رفته با معاون رئیس آن ولایت واخورده است. ماه اکتبر امسال یک هیئت طالبان با رهبری یوسف وفا والی ولایت بلخ به تاجیکستان سفر کرد و با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، فرمانده نیروهای مرزبانی و رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان واخورد. مقامات تاجیکستان رسما درباره ملاقاتشان با نمایندگان حکومت طالبان چیزی نمیگویند. شام 14 نوامبر پیکر یا جسد یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. نثارالدین خاموشی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آگوست سال روان در جبهه جنگی روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعالترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر محض است و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی، نثارالدین خاموشوف در ماه آگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده دیگر از خود پیام نداده است و با پسر عمک‌هایش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشتند با تلفن صحبت میکرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد میرسید علی حمدانی معروف به مسجد مخکلان در ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز 1 ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمردند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسند میگویند که فرزندانشان را با فریب و زور به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 مورد از زندان‌های روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده دیگر در این باره معلومات نمیدهند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می‌کند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت‌دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. ایالات متحده و چند کشور عربی و اسلامی از شورای امنیتی سازمان ملل خواستند قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره صلح غزه را فوراً قبول کند. آمریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه روز جمعه 14 نوامبر حمایت مشترک خود را از قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعلام کردند. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته متن پیشکی این قطعنامه را در شورای امنیت مطرح کرد. این سند ادامه آتش‌بس در نوار غزه را بر اساس طرح پیشنهادی صلح دونالد ترامپ پیش بینی می‌کند. برخلاف نسخه‌های قبلی در قطعنامه نو به امکان تشکیل کشور آینده فلسطین اشاره شده است. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ 2 ساله در این منطقه پایان داد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که طبق پیش‌نویس قطعنامه یک شورای صلح برای غزه به عنوان نهاد انتقالی تشکیل می‌شود. به قول منبع رهبری این شورا به طور رمزی به عهده دونالد ترامپ خواهد بود و این نهاد
تا پایان سال 2027 عمل می‌کند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا همچنین ایجاد نیروی موقت بین‌المللی ثبات را در نظر دارد. بر اساس این پیشنهاد اسرائیل، مصر و پلیس آموزش دیده فلسطینی تامین امنیت در منطقه‌های مرزی و خلع سلاح گروه‌های مستقر در غزه را به عهده خواهند داشت. در این قسمت برنامه می‌خواهیم پاره دیگری از صحبت ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدالمنان را درباره تعقیب‌های استالینی منظور شما گردانیم. این صحبت را همکارم ارشاد سلیمانی انجام داده است. بسیاری کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن، سالهای سال مثلا تا بدرغه بودن. بله. از حسابی البته مردم دانشمند و آگاه نیست، از حسابی مردم مثلا عوام یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی اینا، اکثریت اینا با این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کدام خصومتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو و تا آخر عمر مثلا، یعنی اگر خلاصه کنیم استالین گناهکار نمیدونستن. میگن که مثلا استالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکاشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا است یا که خلیفه است. گناه با این استاد، این تصور درست بود یا نبود؟ این تصور تا اندازه واقعیت بود، لیکن پره سیاست از بالا، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیق سیاست از همون زینه‌های بالا سر کرده تا پایان تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست هم میگم اگر حتی درست باشد. استاد اکثر چهره‌های فرهنگی ما دانشمندا اینا برای اثبات بیگناهی خودشان با عنوان رهبرا نامه می‌نوشتند و با دلایل‌های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود اثبات می‌کردند. بله. از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف پدر رشید و غنی عبدالله، یک نامش شما در کتابتون میارید. بله. ولی چرا صدای اینها شنیده نمیشد در بالاها؟ نامه نمیرسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه نمیرسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این فعل مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پورا بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید. من اینا مثلا از روی نقلی که از تقاهم از خیشان خودم شنیدم در نسبت بابای من ملا بودند، ملا رفیق، از شجره همون شیخ عمر ولی و خواجه احرار ولی ابیره شیخ عمر ولی است. شیخ انتهوری که ولی در تاشکند یک ناحیه شهر و نامشان مانده شد. بابای خواجه احرار است شیخ انتهور، بابای مادریش. بابای من خانه داشتند، کس از روی ملایی نه، از روی استا بودند، خانه می ساختند، بقال بودند برای روزگذرانی. برای مثلا ملاگی می گفتند کفر گرفتن یگان مبلغ یا که یگان چیز. لیکن خانه شونه گرفتند، چایخانه سرخ کردند. این کسا در آغلی یا همسایشون جا دادند. یک خانه بزرگتر، به یکی از بزرگترین خانه های این دهه کشیدن، گرفتن در آغل همسایه جا دادند و می بخشید کمسمال ها برآمده مثلا ستون هاشون به شوشیدند، پیشاب کردند که من ملای خانه شما نه این خیل میکنیم. میدونید این تقام پیاده از همون دهه باغستان
پیاده تا چیمکند، اون وقت ناحیه ما در قزاقستان جنوبی داخل میشد، تا همجا پیاده در 3 روز پیاده رسیدند، آمدند، خیلی کار کردند که خانه‌شان گشته گرفتند، لیکن نه هر کسی کار میکرد. بینندگان عزیز، شکل کامل صحبت با ادبیات شناس عبدالرحمن عبدالمنان در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی در 2 قسمت پخش شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 نوامبر را فرا می‌گیرد. 17 نوامبر سال 2006 حجتگذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارت کیهانی نورک خاتمه یافت که بر عوض بیش از 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان بکار کرده شد. اسم آن به اکنا عوض شد. پایگاه نادر توان نظارت حرکت جرم‌های کیهانی و ابیکت‌های نظامی را در پهنای 50,000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغانتپه تاجیکستان جایگیر بود ترکیشی رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررق قطع شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه های بود که در همکاری های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلات زیادی ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شیروانشاه علمشویف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمینا 150,000 ساکن بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمی پامیری و هم ترجمه واژه‌های آن به زبان‌های دیگر سهمگذار شد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 112,113 سومان برابر از $100 آمریکایی باشد تا 920 سومان ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 17 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. روزتان خوش.